سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من امیر هستم، امیر گیوکیو هستم و امروز اومدیم که با هم دیگه همونطور که خودتون میدونید یه سری راهکار برای بهتر کردن اینترنت توی بازی، راه حل‌هایی برای ورود به بازی و در آخر ویدیو هم یه سری نکات اضافه بهتون میگم که در واقع اینترنتتون رو بهتر کنید واسه کسایی که رو مودمن. یه راه حل پینگتون رو میاره پایین. خب بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، اگه دوست داشتین حال کردین یه لایک و کامنت واسم بذارید، خیلی بهم انرژی میده، خیلی بهم کمک میکنه. همون یه دونه که تو میخوای بذاری خیلی بهم کمک میکنه. فکر نکن چون یه دونه از کمه، واقعا دونه دونه میگه قطره قطره جمع گردد واقعا دریا شود، واقعا تاثیرگذاره و همون یه دونه که تو لایک کنی و کامنت بذاری. بریم سراغ ویدیو. اول قراره به این بپردازیم که چجوری وارد گیم میشه. خب برای ورود به گیم بچه‌ها شما دو تا راه دارید، یکی DNS ها هستن، یکی فیلتر شکن ها. خب DNS که همونطور که میدونید IP ثابت داره و خطر بند شدن خیلی پایینه. اما فیلتر شکن ها، اگه فیلتر شکن خریدنی اون همون اشتراکی باشه اوکیه و میتونیم باش وارد بشیم و حتی ممکنه بتونیم باش بازی هم کنیم اگه واقعا قوی باشه و خوب باشه. و این از فیلتر شکن ها که گفتم دیگه احتمال بند شدن هست. اما DNS ها چون IP ثابت داره اینجوری نیست. دو تا فیلتر شکن بهتون معرفی میکنم، ولی اگه پیشنهاد میکنم اگه اکانتتون واسهتون خیلی مهمه ازش استفاده نکنید. فیلتر شکن شماره 1 هولا VPN که فکر میکنم این دو تا فیلتر شکن خودتون هم اکثرا داشته باشید. و فیلتر شکن شماره 2 جامپ VPN. خب این هم فیلتر شکن ها. بریم سراغ DNS. بچه من حقیقتا کد DNS خاصی ندارم، دو تا کد دارم، حالا بریم تستش کنید، واسهتون رو صفحه میذارم. من قبل از این که این اتفاقا بیفته با این دو تا کد DNS یه 5-6 تایی پینگم میومد پایینتر، بهتر میشد. با این دوتا کد خیلی گشتم که این کدا رو پیدا کنم، خیلی سخت بوده، ولی خب فکر نمی کنم جواب بده. ولی بازم واسه تو میذارم، میخوام هر چی که دارم و دیگه رو کنم. چرا؟ چون من استریم که میذاشتم خب بچه ها میامدن توی استریم، یعنی کلن چت این بود: با چی رفتی تو گیم، چجوری تو گیمی، پینگ چرا اینقدر خوبه، در حالی که حالا منم همچین پینگم خوب نبود، نوسان داشت. ولی خب کلا گفتم یه ویدیو واسه تو اینجوری بسازم. آقا این از این دو تا فیلتر شکن. اما درباره DNS گفتم کد ندارم، اما اینو بهتون بگم که یه برنامه دارم، یه برنامه DNS که باش من اوایل که در واقع اینترنت ها ملی شده بود، اوایل که نه تقریبا 10-15 روز بعد، من یه دونه DNS پیدا کردم. یکی از رفیقام بهم داد به اسم علی، آقا علی، که جواب بود واقعا. و خب چون ویوی خاصی هم نداره، ویدیو ها کمین با هم دیگه ایم، گفتم واسه تون بذارم استفاده کنیم. و فکر نمی کنم اتون 200-300 نفر این سروراش مختل بشه. بچه اسم برنامه BDNet VPN که VPN نیست، میگم DNS، و میتونید بذارید روی سرور فست DNS آل کانتری که عکسش رو اینا رو واسهتون میذارم و استفاده کنید و وارد گیم بشین بدون هیچ مشکلی. یکم کند اگه بخواید لاگین کنید، ولی واسه وارد شدن اوکی. فکر میکنم یه IP ثابتی داشته باشه و خطر بند شدنش کمتر باشه، ولی خب بازم 100% تضمین نمیدم. چیزی که یه بار پس فردا یکی بیاد بگه داداش اکانت من بند شد، تو اینو گفتی. آره آقا این از این. پس گفتیم چجوری وارد گیم بشیم. بریم سراغ این که عرضم به حضورتون توی گیم چیکار کنیم. بچه‌ها توی گیم دو تا برنامه هست که همه میگن خوبه، یکی لگ اسلایره، یکی گراب بوستره که دیگه همه دارن میگن دیگه. خب من بچه‌ها حقیقتا تست کردم با سیم کارت همراه اول ایرانسل و رایتل، هر دوتا این برنامه رو، و واقعا برای من کار نکردن و
و به دردم نخوردن و حتی با نت مودم هم تست کردم. ببینید بچه‌ها لگیسلایر کلا هیچی به درد نمیخوره. گراب بوست من یه اشتراک یه ماه گرفتم ببینم چجوریه. اوایل که استفاده میکردم خب مثلا سر ظهر دیگه تو نمیتونی بازی کنی، پینگت انقدر نوسان داره. اوایل خوب بود، سر ظهر که مثلا پلی میدادم اوکی بود. مثلا پینگ تو در اون حد که میگن نیست که مثلا پینگ تو بیاره رو 30-40، اصلا همچین چیزی نیست. خب ولی پینگتون رو مثلا اگه 60 همیشه میاره رو همون مثلا 60 70 مثلا 60 تا 100 120. خب یه همچین حالتیه، یه ثبات تقریبی نسبی داره، ولی خب چیز خیلی خوبی نی، خفنی نی. من تست کردم اینجوری بود، شاید واسه بقیه کار کنه نیم. این دوتا هم واسه گیمه. واسه تو گیم هم میگم بچه‌ها اگه DNS خوبی داشته باشید خریدنی یا حالا سرور خوبی داشته باشید از DNS ممکنه واسه تون پینگ خوبی بده، بازی رو بالا بیاره خیلی روون. همچنین کانفینگ من فکر میکنم که اگه کانفینگ خیلی قوی داشته باشه و خوب باشه گفتم دیگه بهتون ممکنه با اونم بازی براتون بالا بیاد با پینگ خوب. خب ولی خب بچه‌ها در کل کاری که من خودم تو این روزا دارم میکنم اینه که خب شبا بازی میکنم، ماه رمضونم هست، ساعتهای 2 شب به بعد 1 شب به بعد 2 شب به بعد دیگه اینترنت ها تقریبا میشه گفت که قوی میشه، خوب میشه و میشه بازی کرد و هر کاری که میخوای انجام بدی. استریم ها من همون موقع انجام میدم و اینجا رو ببین هاچی، ببین اصلا ریج نمیشون روی یار. میبینی اینجا بچه من چیزم زدم، اینجا من گراب بوستر زدم اصلا کار نمیکنم. و سعی کنید دیگه 2 شب به بعد اینا چیز کنید، بازی کنید، تست کنید دیگه. اکثرا قویه اینترنت ها و میشه بازی کرد. اینم راهکاری که خودم دارم انجام میدم، نه از گراب بوستر استفاده میکنم، نه از لگسلایر، نه از DNS، نه از هیچ چیز دیگه، هیچ نه سیم کارت سفیدی. بعضیا میگن تو وصلی سپاهی با بیخته بکش بیرون. و این از این. و نکته آخری هم که بچه می‌خواستم بهتون بگم برای اینکه اینترنتاتون رو بهتر کنین، کسایی که اینترنت مودم دارن، مخابرات دارن، بچه یه زنگ بزنید به مخابرات. شماره دقیقش رو نمیدونم، اگه پیدا کردم میذارم رو صفحه براتون. یه زنگ بزنید بگین مودممون رو بذارید رو حالت گیمینگ. خب و اونا براتون این کار انجام میدن. من خودم با مودم قبل از اینکه این اتفاق بیفته پینگ 60 میگرفتم تو سرور 11، ولی وقتی این اتفاق افتاد و رفت رو حالت گیمینگ فکر نمی‌کردم واقعا اقدامی انجام بدن، چون واقعا تو این کشور بی‌مسئولیتی و این چیزا موج میزنه. میدونی اصلا یعنی امیدی نیست. یعنی تو بهشون من گفتم میرم بهشون میگم اینا حالا میگم باشه و انجام نمیدن و اینا اتفاق نمیفته. ولی دیدم واقعا پینگ رو 60 اومد روی 46 تا 52. خیلی خوب شد. حتما این کار انجام بدید اگه اینترنت مخابرات دارید. این هم واسه شما. نکته خاص دیگه ای نمیمونه. در کل یه ویدیویی بود که سعی کردم توش براتون و هر چی که دارم و ندارم رو کنم. دروغم نگفتم بهتون مثل بقیه و صاف و صادق همه چی اومدم بهتون گفتم. مرسی که ویدیو رو دیدید، عاشقتونم و تا ویدیوی بعدی لایک کنید.